سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو. امروز قراره بهتون آموزش بدم که چگونه به صفحه کلید خود زبان دیگه ای اضافه کنید. اول وارد یه جایی میشیم، مثلا واتساپ میشه، تلگرام، اینستا، هرچی که تو صفحه کیبورد تو بیاره. من رفتم توی یادداشت. خب چیکار میکنیم؟ میایم اینجا توی صفحه کلید تنظیمات رو میزنیم، زبان و نو رو میزنیم. اینجا زبان فابریکش فارسی و انگلیسی. مدیریت زبان های ورودی میزنیم، زبان های ورودی. بعد اینجا میبینیم دیگه هست زبان های موجود. اینا رو میتونید دانلود کنید و استفاده کنید. مثلا من میزنم چینی، اردو، عربی. فقط 4 تا میتونه پشتیبانی کنه. خب بعدش الان اینجا که هستید، بعدش اینو میزنید، در میاین از اینجا میبینید که هست فارسی، انگلیسی، چینی، اردو. خب الان وقتی میاد که بنویسید فارسی است، انگلیسی، چینی، اردو. خب بعدش یه چیز دیگه میاره. اگه خواستید حذف کنید، زبان و نو رو میزنید، مدیریت زبان های ورودی رو میزنید، اردو و چینی یا هر چی زبان دیگه هم که اضافه کردید رو حذف کنید و بعد راحت در بیاد و میبینید که هست. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. خداحافظ.